فکر کنید تو زیرزمین خونه‌تون یه حفره روی دیوار که مرغتون از این ورش میپره اون ورش. بعد شما دنبال مرغتون میکنید که برید بگیریدش و برش گردونین. ببینید که چه جای جدیدی این ور دیوار. شما شهر گم شده 2000 ساله درینکویو رو کشف کردید. سلام، من زنبیلم. امروز میخوام براتون درباره پیدا شدن شهر گم شده 2000 ساله درینکویو صحبت کنم. فکر کنید الان سال 1963. خیلی قبل نمیشه دیگه، میشه حدود مثلا 60 سال پیش. شما میخواین زیرزمین خونه‌تون رو بازسازی کنید، یه بخشیشو به یه سری از حیواناتون اختصاص بدین. توی شهر کوچیکی زندگی میکنید. میرین یه چکش میارین، دیوار زیرزمین رو یه ذره سوراخ میکنید. یه باد خنکی از اون ور میزنه تو صورتتون، ولی متوقف میکنید این روندو. بعد مرغتون از این ور میپره اون ور. تا الان که نمیخواستید خیلی به ساخت و ساز ادامه بدید، دیگه مجبورید دیگه، باید دیوار رو بکنید که دنبال مرغتون برید. دیوار رو میکنید، حس میکنید اون ور دیوار یه خبریه. وقتی سوراخ رو انقدر بزرگ کرد که خودش تونست از اون ورش رد شه، دید یه چیزی مثل یه غار جلوی روشه. یه ذره جلوتر رفت، چراغ قوه دستیشو آورد ببینه تو این غار چه خبره. وقتی که جلوتر رفت دید انگار این یه غار عادی نیست، سیستم پیچیده‌ای داره. هی غاره داره یه سری راهروهای جدید بهش نشون میده. خیلی هیجان زده شد. چراغ قوه‌شو انداخت رو دیوارا، دید که نوشته‌هایی به زبونهای رومی و یونانی و چیزایی که حتی نمیدونست، زبونایی که نمیشناخت وجود داره. اما نمیدونست این اتفاق فقط یه شروع کوچیک برای کشف این شهر بزرگه. جلوتر رفت. یه پلکان سنگی بود، ازش رفت پایین. توی نگاه اول همه چی ساختارش مثل یه غار بود. اما وقتی یه ذره دقیق تر شد دید انگار با غار فرق داره. سقفش سفت و سنگی بود. چیزی که تقریبا ما وقتی تو غار میریم ازش توقع داریم. اما دیوارهاش صاف بودن، انگار که بر اثر اتفاق طبیعی مثلا عبور آب ساخته نشده باشه، انگار یکی این رو ساخته باشه. اصلاً یه جورایی حضور انسانها رو اونجا حس میکرد که یکی اینجا رو ساخته، طبیعت خود به خود اینجا رو نساخته. وقتی جلوتر رفت یه اتاق بزرگ رو دید که میتونست یه اتاق غذاخوری برای 10 نفر باشه. بعد از اینجا یه تعداد زیادی راهرو دید که اونو به اتاقای دیگه میرسوند. توی هر اتاقی که میرفت انگار اتاقای دیگه‌ای هم وجود داشت. روی دیوار یه سری طبقه مانند میدید که انگار یه زمانی به عنوان قفسه ازشون استفاده میشده. هرچی که جلوتر میرفت اتاقای بیشتری میدید. اول فکر کرد که ممکنه یه مخفیگاه زیرزمینی ساده باشه، اما وسعتش اونو به شک انداخت. کی میتونه یه همچین ساختمونی رو بسازه؟ بعد از 1 ساعت اکتشاف و گشتن توی پیچ تند یه سری پله رو دید که از این هم پایین تر بره. پله ها به سمت تاریکی میرفتن و اونجا یه ذره ترسید. از همون راه برگشت توی خونش و زنگ زد به مقامات ترکیه، چون این کشاورز توی استان نوشهیر ترکیه زندگی میکرده. زنگ زد به مقامات ترکیه، اون چیزی که دیده بود و براشون توصیف کرد. اونی که پشت خط بود بهش گفتش که داری درباره افسانه درینکویو صحبت میکنی، این چیزی که میگی شبیه افسانه‌ایه که هممون شنیدیم. درباره شهر زیرزمینی درینکویو خیلی صحبت شده بود. بچه‌ها خیلی دربارش شنیده بودن، یه قصه محلی بود. این کشاورز به مقامات ترکی پشت تلفن میگه یه افسانه نیست، من دارم میبینمش. درینکویو توی منطقه کاپادوکیا وسط ترکیه واقع شده که یه جغرافیای خاصی داره. میلیون‌ها سال پیش یک بار آتشفشان کل فضای این منطقه رو میپوشونه. خیلی از سطوح اون بخش به سنگی به نام تاف تبدیل میشه. از این سنگ توی مجسمه سازی‌های اون زمان خیلی استفاده شده و جنسش نرم و پر از سوراخ و متخلخله و نقش جدی توی نمایش تاریخ اون منطقه داره. تاف خیلی شکلگیر و انعطاف پذیره، به خاطر همینم خیلی توی ساخت و ساز ازش استفاده می شده توی اون زمان. به خصوص رومی ها از این سنگ خیلی استفاده می کردن.
عجیب نیست وقتی میبینیم که کل درینکویو هم از همین سنگ ساخته شده. اون زمان به جای اینکه سنگو بیارن استخراج کنن روی زمین باهاش خونه بسازن، تصمیم گرفته بودن که برن زیر زمین و هی حفر کنن و هی توی دل زمین خونه بسازن. توی کاپادوکیا کلاً خیلی اتفاق عجیبی نیست شهرهای زیرزمینی. بعضی از این شهرها که قبل از این ماجرا هم پیدا شده بود تا 2 طبقه زیر زمین هم ساخته شده. اما هیچی شبیه درینکویو نیست. شهر زیرزمینی درینکویو تا عمق 70 متری زیر زمین میره و 18 طبقه‌شو توی سالهای اولیه کاوش پیدا کردن. حتی ممکنه بیشتر از این هم عمق داشته باشه درینکویو، چون همچنان باستانشناسان دارن اونجا رو جستجو میکنن. مساحت کل شهر که تا اینجا کشف شده 13 کیلومتر مربع. میگن بیش از 22,000 نفر، بعضیا میگن تا 50,000 نفر رو میتونسته توی خودش جای بده. طبقات بالاتر به عنوان خونه‌هایی که نزدیکتر به سطح زمین بودن، ازشون به عنوان تهویه کل این سیستم 18 طبقه‌ای استفاده می‌شده. اما درینکویو یه سیستم تهویه خیلی عجیب غریب و پیچیده داره که 16,000 جایگاه از سطح زمین داره برای اینکه هوای این شهر زیرزمینی تأمین بشه. توی هر اتاقی از این شهر گم شده یه سیستم تهویه وجود داره. آب توی کل 18 طبقه این شهر گم شده در جریانه. این تأمین آب به وسیله یه سری رودخونه و چاه زیرزمینی اتفاق میفته که توی پایین ترین طبقه درینکویو قرار داره. در واقع شما فکر کنید کسایی که روی سطح زمین و بالای درینکویو دارن زندگی میکنن و چاه حفر میکنن، دارن از منابع آبی طبقه آخر درینکویو استفاده میکنن. فقط نمیدونستن که این چیزی که ازش دارن استفاده میکنن یه سیستم پیچیده آبرسانیه. راستی جالبه بدونید که درینکویو توی ترکی به معنی چاه خیلی عمیقه. تونل ها توی درینکویو به نظر میرسه تا ابد ادامه دارن. یه مسافت 7 کیلومتری و شما میتونید از یک نقطه به یک نقطه دیگه سپری کنید. وقتی توی دل درینکویو میریم شما قسمتایی رو میبینید که به تمام نیازهای یک شهر خودمختار پاسخ میده. سالن‌های ناهارخوری، کلیساها، مدارس، اتاقای تهیه و نگهداری روغن زیتون، بازارها، نونوایی‌ها، کتابخونه‌ها و انبار برای مقدار خیلی زیادی غذا. چند طبقه که پایین‌تر میریم میبینیم که یه سری استبل برای نگهداری از دام و اسب هم وجود داره. حتی اونجا ما جاهایی رو میبینیم که یه فکری برای کشتن و خشک کردن و نگهداری از گوشت حیوانات شده. اینجوری به نظر میرسه که هزاران نفر با این امکانات میتونستن مدت زیادی توی این شهر زیرزمینی زندگی کنن. اما سوال اصلی که اینجا مطرح میشه چیه؟ این که اصلا چرا یکی باید 18 طبقه بره زیر زمین شهر بسازه؟ زمین توی منطقه کاپادوکیا خیلی حاصلخیزه و برای کشاورزی مناسبه. معمولاً جاهایی که برای کشاورزی مناسبن، شهرها روی زمین اطراف زمین‌های کشاورزی شکل میگیرن. چرا باید یکی زحمت بکشه یه شهری رو ببره تا عمق 18 طبقه 70 متر زیر زمین بسازه؟ باستانشناسا تقریباً با هم اتفاق نظر دارن که این شهر برای حفاظت ساخته شده. یه جورایی یه پناهگاه خیلی بزرگ برای همه مردم شهره. اما یه پناهگاه ساده نیست، یه قلعه زیرزمینیه. حدود 60 تا ورودی سطحی تا الان پیدا شده که راه به این درینکویو دارن. البته اینجوری نیست که خیلی راحت بشه پیداشون کرده. بخشی از پارک ها و زمین های کشاورزی و ساختمون های امروزی شهرن و ممکنه وقتی که این درا بسته میشه اصلا کسی نفهمه اینها یک ورودی به شهر زیرزمینی درینکویو. با این حال یک ورودی اصلی هم به این شهر وجود داره. زمانی که شهر تحت حمله قرار می گرفت، ساکنین درینکویو به زیرزمین پناه می بردن و از یکی از اون درهای پنهان شده استفاده می کردن. معمولاً درهای ورودی درینکویو با سنگ‌های چند صد کیلویی محافظت می شده و به طور کلی هم فقط از داخل شهر قابل باز شدن بوده. تونل‌های دسترسی این شهر به سطح زمین خیلی باریکن. این کار از قصد انجام شده برای اینه که وقتی متهاجمین احیانا این درها رو پیدا کردن نتونن حمله کنن.
مجبور بشن یک نفر وارد این شهر زیرزمینی بشن و وقتی دارن به این نقاط تنگ هدایت میشن یه جورایی اثر دفاعی داشته باشه. در کل به هر جای این شهر نگاه میکنی با دید این که توی جنگ به نیازهای ما پاسخ بده ساخته شده. حتی توی طبقات پایین‌تر چندین اسلحه خانه وجود داره تا به سربازا و شهروندا به راحتی امکان دسترسی به اسلحه ها و دفاع از خودشونو بده. همینطور فضاهایی که برای نگهداری از اسب تدارک دیده شده نشون میده که اونها حتی یک سوار نظام کوچیک رو از داخل این شهر زیرزمینی میتونستن هدایت کنن. این رو هم بدونید که خروجی های دیرینکویو رو فقط خودشون بلد بودن و با یه نقشه جنگی مناسب میتونستن از نقاط خاصی یهو از دل زمین بزنن بیرون و متهاجما رو غافلگیر کنن. سیستم چند طبقه دیرینکویو همینجور تصادفی طراحی نشده. به شیوهی طراحی شده که اگه متهاجمین به هر لولی دسترسی پیدا کردن زندگی لول‌های دیگه مختل نشه. یعنی تمام این طبقات این شهر به هم متصلن. در عین حال هیچ کس نمیتونه به یک باره به تمام طبقه ها دسترسی پیدا کنه. همونطور که هنوز کاوشگرا دارن همه طبقات رو کشف میکنن. حتی سیستم آبرسانی به شهرم خیلی زیرکانه طراحی شده به طوری که اگر احیانا طبقات بالاتر رو تونستن به تصرف خودشون دشمن رو در بیارن دسترسی آب دچار مشکل نشه. از طرف دیگه آب از طبقات پایینی به طبقات بالایی میرسید. اگر آب طبقات بالایی رو احیانا مسموم میکردن آب طبقات پایینی دچار مشکل نمیشد. وقتی بیشتر دیرینکویو رو کشف کردن دیدن که یه سری تونل مخفی از این شهر به خارج از شهر و جاهای دیگه وجود داره. یک تونل به طول 7 کیلومتر به سمت کایماکولی یک شهر زیرزمینی دیگه کشیده شده بود. به وسیله این تونل کاملاً به راحتی میتونستید از دیرینکویو به کایماکولی سفر کنید. شاید براتون سوال بشه که کایماکولی چطوریه؟ یه شهر بزرگه؟ کاوشگرا میگن که شاید حتی بزرگتر از دیرینکویو باشه. هنوز کامل کشف نشده. کلاً تصور میشه یه سری شهر زیرزمینی تو کل این منطقه باشه و برای حفاظت از مردم اون منطقه که دائما تحت حملات بودن ساخته شده باشه. حالا که ما میدونیم چرا دیرینکویو و اون شهرهای زیرزمینی ساخته شدن، یه سوال دیگه هم شاید برامون پیش بیاد. اینکه کی این شهر رو ساخته؟ خب درباره این موضوع اتفاق نظر وجود نداره. برای اینکه بفهمیم که کی اونجا رو ساخته باید اول قدمتش رو بتونیم به درستی پیدا بکنیم. چون که کل این ساز سنگی عمر کربن به ما توی پیدا کردن قدمت کمکی نمیکنه. نمیدونم میدونید که عمر کربن چیه؟ عمر کربن یه روش رایج برای پیدا کردن قدمت چیزای تاریخیه. چون کربن توی بدن تمام موجودات زنده پیدا میشه و به وسیله اون میشه قدمت چیزا رو تشخیص داد. اما توی سنگ نه. به خاطر همین بررسیش یه ذره بیشتر از ما زمان میگیره. اینجا چند تا تئوری وجود داره. بعضیا میگن که ساخت و ساز با هیتی ها آغاز شده که بین 3000 تا 4000 سال پیش به وجود اومده بودن و یه سری اشیاء هیتی هم توی دیرینکویو کشف شده. از طرفی کایماکولی و دیرینکویو توی مرکز حکمرانی هیتی ها واقع شده بود و به نظر میرسه این منطقه از ترکیه یه مسیر اصلی برای تجارت بوده. بنابراین توی دنیای باستان هر کی که کنترل مسیرهای تجاری رو میتونست در اختیار خودش بگیره قدرت داشت و خب این قدرت باعث میشد که جنگ توی اون منطقه بیشتر بشه. باید بگیم که کل این شهر زیرزمینی خیلی زیباست. انگار که توی ساختن زیبایی رو هم در نظر گرفته باشن. این نشون میده که توی این ماجرا به یه زندگی بلند مدت توی اون شهر زیرزمینی فکر میکردن و توی حملات مختلف خیلی ازش استفاده شده و هی به زیباییش مجبور شدن چون محل زندگیشون بوده اضافه بکنن. هیتی ها از همه طرف دشمن داشتن و همیشه توی جنگ با آشوریا و مصریا بودن. اینجا درباره پادشاه فریگی هم صحبت کنیم. میداس که یه داستان افسانه‌ای داره که میگن هر چیزی رو که لمس میکرده به طلا تبدیل میشده.
یه سری از مردم به این اعتقاد دارن که فریگی‌ها دیرینکویو رو ساختن و به خاطر همین انقدر زیبا و جاودانه و انقدر از مردم تونسته حفاظت بکنه. از طرف دیگه به لحاظ تاریخی مردمان فریگی مهندسای با استعدادی بودن که ممکن بوده واقعا از بناهای دیگه‌ای که ساختن دیرینکویو رو هم ساخته باشن و به طور کلی به عنوان یکی از بزرگترین سازندگان عصر آهن شناخته میشن. فریگی‌ها دانش و مهارت لازم رو داشتن که یه شهر زیرزمینی بسازن. از طرفی ممکنه این شهر ساخته شده باشه قبل از فریگی‌ها و اونها گسترشش داده باشن. چندین کلیسا توی اتاقهای زیرزمینی دیرینکویو وجود داره و روی دیوار اونها نوشته‌هایی به زبان یونانی دیده میشه. هیتی‌ها این کار رو انجام نمیدادن، اما از شیوه ساخت فریگی‌ها بعید نیست که این شکلی نوشته‌های کلیساهایی تأسیس کرده باشن و نوشته‌های یونانی روی دیوارها داشته باشن. هرچند مسیحی‌ها این بنا رو نساختن، اما نقش و اثرشون رو میشه کاملا توی دیرینکویو دید. نمادها و نوشته‌های مسیحی توی طبقات بالایی به وفور یافت میشه. اونا همچنین یه سری سقف‌ها به اون طبقات اضافه کردن که مشخصاً توی معماری مسیحی‌ها دیده میشه. دیرینکویو مخفیگاهی برای مسیحی‌ها بود تا از سربازای رومی پنهان بشن و به طور مخفیانه خودشونو تمرین بدن و برای جنگ با رومی‌ها آماده بشن. توی جنگ‌های اعراب بیزانس از سال 780 تا 1100 عرب‌های مسلمون از دیرینکویو استفاده کردند. یه جورایی این شهر زیرزمینی دین‌های مختلفی رو توی خودش جای داده و تأثیر اون آدم‌هایی که توی دیرینکویو مخفی شدن و شما توی سرتاسر این شهر زیرزمینی میتونید ببینید. جالب اینجاست که بدونید توی طراحیش از معماری لونه مورچه استفاده شده. هرچند ما نمیدونیم که دیرینکویو رو کی بنا کرده، اما نقشش توی حملات تاریخی دیده میشه. توی این مقطع که خیلی جنگ‌های مذهبی رخ میداده، مردم با اموالشون میرفتن توی دیرینکویو مخفی میشدن و یه جورایی یه پناهگاه مذهبی بوده تا مدت‌ها. روی نقش دیرینکویو وسطای ترکیه است، جایی که بیشتر ما ایرانی‌ها سفر نمی‌کنیم به اون نقطه، اما اگر گذرتون به آنکارا افتاد، فاصله کمتری داره به نسبت. میتونید برید از دیرینکویو بازدید کنید. دیرینکویو یک کشف خیلی مهم تاریخیه. خیلی هم دور نیست از ما دیگه، اخیر نسبتاً. این حس رو توی ما ایجاد میکنه که اگر به اطرافمون خوب نگاه کنیم ممکنه ما هم یه شهر زیرزمینی رو کشف بکنیم. حقایق زیادی اطراف ما هستن که یک دیوار روی اونها رو پوشونده. شاید بعضی وقتا کافیه که یه چکش ساده برداریم و اون دیوار رو بشکنیم. شاید ما هم یه دیرینکویو رو کشف کردیم. نظراتتون رو درباره این قسمت برام کامنت کنید و بهم بگید که دوست دارید بیشتر از این محتوا کار کنم یا نه، و اگر از این محتوا خوشتون اومدم که میدونم سابسکرایب فراموش نمیشه. خدا نگهدار.